دسر پسته یکی از خوشمزه ترین دسرایی بود که تا به امروز تست کردم. بریم با هم دیگه درستش کنیم، چون که این دسر فوق العاده هستش. برای درست کردنش اول از همه شیر رو توی ظرفمون میریزیم. از شیر پرچرب استفاده کنید، خیلی بهتره. و بعدش به نوبت خامه صبحانه و کره پسته و یه بسته پودر کرم کارامل و شیر عسلی، اون مقدار که بهتون گفتم توی دستور رو اضافه میکنید و بعد میذارید روی حرارت ملایم تا زمانی که موادتون داغ بشه. وانیل هم اضافه میکنید. من یادم رفت اینجا بهتون بگم وانیل هم با موادتون، پس حتما اضافه کنید. هم میذاریم روی حرارت ملایم تا زمانی که موادمون داغ بشه. بعد بیسکویت پتیب رو اضافه میکنیم، میذاریم یکم بمونه تا نرم بشه و با گوشت‌کوب برقی یک دستش میکنیم. دوستان این نکته هم بهتون بگم که برای رنگ بهتر میتونید مقدار رنگ خوراکی ژله‌ای سبز هم بهش اضافه کنید، چون که کره پسته ممکنه اون رنگی که میخواین رو بهتون نده. در آخر هم یه مقدار مغز پسته اضافه کردم. این دسر رو میتونید توی هر ظرفی که دوست داشتین درست کنید، توی ظرف‌های تک نفره یا اینکه توی یک ظرف بزرگ درست کنید، فرقی نداره. و بعد ظرفاتون رو یه مقدار تکون بدین تا دسرتون یک دست بشه. بعدش میذاریم توی یخچال تا چند ساعت کاملا خودش رو بگیره. بعد میتونید با کره پسته مثل من تزیینش کنید و بعدش یه مقدار پودر پسته روش بریزین تا خوشگل‌تر بشه و در نهایت هم یه اسلایس توت فرنگی کارتون و دیزاینتون رو زیباتر میکنید. این دسر رو حتما پستش رو سیو کنید تا سر فرصت درستش کنید، چون که واقعا یکی از خوشمزه ترین دسرهای پسته هستش.